یعقوب علی میره که بخوابه، در کمال ناباوری میبینه که تو آشپزخونه خونش بیدار شد و بعد میره که دوربینای مدار بسته رو چک کنه که ببینه چه اتفاقی افتاده و دید که تو خواب داره راه میره و بعد رفت که دوباره بخوابه و در کمال ناباوری دوباره بالای پشت بون خونش بیدار شد و بعد رفت دوباره دوربینای مدار بسته رو چک کنه که ببینه چه خبره و دید که از نردبون میره بالا و نردبون رو میندازه پایین و بعد دوباره میره میخوابه و دستشو به چراغ دستبند میکنه و در کمال ناباوری کف آسفالت بیدار میشه و کم مونده بود که ماشین بهش بزنه و دوباره میره که چند تا قرص خواب آور بندازه که راحت بخوابه و میخوابه و در کمال ناباوری توی قطب شمال بیدار میشه و میبینه که از سرما دارم یخ میزنه